سلام. امروز قراره با هم دیگه بریم موژه بذاریم و من بهتون یاد بدم چجوری راحت توی خونه بدون هزینه اضافه فقط با 30,000 تومن موژه‌های خوشگل بذاری که حدود 1 هفته تا 10 روز هم برات ماندگاری داره. برای این کار شما نیاز دارید به یه دونه از این ریسه ها. این ریسه ها توی مدل ها و شکل مختلف هستن. الان این کایلیه، ما مدل فیشرش هم داریم، میتونید برید لوازم آرایشی ببینید هر کدوم که بیشتر دوست داشتید اونو تهیه کنید. من خودم مدل فیشر رو ترجیح میدم به تمام مدل ها چون به نظرم خوشگلتر و جذابتر میکنه چشمو. بعد به یه دونه قیچی نیاز داریم که دونه دونه بیایم این ریسه ها رو از همدیگه جدا کنیم با یه دونه از این قیچی کوچیکا. ببینید این شکلی دونه هاش من حالا قیچی کردم. ببینید من قیچی کردم، اینها دونه هاشه که هر کدومشو نشون میدم که چجوری باید بذاریم. بعد به یه چسب نیاز داری. این چسب‌ها به دو شکله. چسبایی هستن که مثل اینا بزرگ هستن، برای حدوداً مثلا 30-40 بار استفاده، شاید هم بیشتر. اینها حالا سایزهای مختلف داره. شما میتونید برای اول کار که مطمئن نیستید یه سایز کوچیکشو بگیرید که حدود 40 تا 50 تومن قیمتشه و برای 10-15 بار استفاده به درد میخوره. سانکو یکی از برندهای خوبه. اینم که من گرفتم ادهسیو، حالا آخرش میذارم براتون ببینید. این مارک هم مارک خوبی بود توی چسبا. اگر از اینها استفاده بکنید خودشون ببینید یه دونم انبر نیاز دارید. حالا میتونید از این موچین انبریا استفاده کنید، میتونید از انبرهای مخصوص خود حالا موژه گذاری استفاده کنید. این ظرفای یک بار مصرف هم حالا میتونید داشته باشید، میتونید هم نداشته باشید، قیمت خاصی هم نداره. از چسب داخل اینها میریزی که راحت تر بتونی به انتهای موژه ها بزنی. باید دور چشمت تا اینجا حداقل تمیز باشه، چشمت هیچ آلودگی نداشته باشه که موژه گذاری رو با هم دیگه شروع کنیم. یه دونه از همین موژه هایی رو که قیچی کردیم برمیداریم، بعد میایم انتهاشو، یعنی این پایینش یه حالت با این سریع چسب میزنیم. میتونید همینو بزنید داخل چسب، خیلی نه، فقط این پایینش باید، خیلی لازم نیست بزنید، فقط انتهاشو میزنید. چشمتون رو میگیرید بالا، از زیر اینو میچسبونید به موژه هاتون. حالا من جلو آینه انجام میدم، میام بهتون نشون میدم. ببینید این یه دونه رو من گذاشتم از انتهای چشمتون دقیقاً به زیر موژه میچسبونیدش. میریم بعدی. به ترتیب اینا رو از انتهای هم دیگه، اگرم بخواید پرتر باشه میاد چیکار میکنید؟ میاد از وسط قبلی اینو میچسبونید که حالا پرتر نشون داده بشه. ببینید من الان 2 تا این ور گذاشتم، 2 تا این ور. یه دونه این ور میذاری، بعد یه دونه این ور رو میذاری، اینجوری اون قبلی ها قشنگ خوش میشه دیگه، بلند نمیشه از جاش. تا انتهای کار دونه دونه همینطوری میذاری. بعد اگر دلت خواست که پرتر باشه یا بیشتر جلوه داشته باشه میتونی 2 تا لاین آخر رو برای کشیده تر شدن چشمت، 2 تا دیگه هم روی موجه هایی که گذاشتی از این مدل بذاری. حالا من تا انتهای کار انجام میدم، میام بهتون نشون میدم که در آخرم چجوری باید فیکسش کنی که برات 1 هفته تا 10 روز ماندگاری داشته باشه. بریم انجام بدیم. خب
ببینید چقدر خوشگل شد. حالا میذارم خوش بشه، بعد در آخر با این انبر که خیسش میکنم بالا موژه رو میچسبونم به موژه خودم و به سمت داخل حالت فرش میدم که هم فیکس بشه هم یه حالت خیلی خوشگله بگیره. حالا میریم با یه میکاپ تا این خوش میشه خوشگل ترش میکنیم و کارو تمامش میکنیم. شما رو نمیدونم ولی من وقتی که موژه میذارم دیگه میکاپم خیلی فوری و آسون انجام میشه. کانسیلرم من همیشه برای زیر چشمم استفاده میکنم چون که سیاهی دور چشم دارم. برای کانتور بینیم اطراف بینی میزنم. اول اطراف بینی رو با کانسیلر سفید میکنم برای خط کانتور که بندازم. بعدم میام از کانتور مایه چند تا نقطه میبینید خیلی کم کانتور مایه میزنم تیره که اونا رو که این ور اون ور زدم کانسیلر چیز بشه فیدش هم میکنم با دستم. ببینید همین یه نقطه چقدر اینو همینجوری فیدش میکنیم. وسطش رو خالی میذاریم که دوباره کانسیلر بزنیم. تا جایی که شد فیدش میکنیم. قبل از اینکه کانسیلر وسط رو بزنیم پودر فیکس یا پنکیکتون رو میزنید که تا حد امکان محو بشه. حالا دوباره با کانسیلر اینجا روی خط میندازید بعد فیدش میکنید به همین راحتی. ببینید چه خوشگل شد. در آخرم یه برق لب. تمام.